که میبینیم چمپیون وزن سبک اسلام مخاچف است. یکم رقم ریتینگ باشه این چمپیون پیشینه UFC چارلز الیویرا است. ما الیویرا رو بر روی خط خود جای نمیدیم چون که اون نو محاربه گذراند و دیروز گفت که استراحت کردن میخواهد و با نزدیکی برآمد کردن نمیخواهد و همچنین ما باوری ندارم که چنین محاربه رو با نورالله میدهند. برای همین ما چارلز الیویرا رو از روی خط خود خط میزنیم و میگذاریم با دوم رقم. در جای دوم داستین پوریه جای گرفته است، اما او رو و پنجم رقم ریتینگ مایکل چندلر رو خط میزنیم چون که آنها الکی روز 12 نوامبر با یکدیگر میجنگند و غالب آنها شاید که داوطلب برای کمربند شود. در جای سوم جاستین گیج جای گرفته است. او نیز در روی خط ما جای نمیگیرد چون که گیج تنها در محاربه های کلان یا اینکه تنها برای کمربند میجنگد. از همین سبب او را نیز خط میزنیم. در جای چهارم بنیل داریوش قرار دارد. عین زمان داریوش محاربه تعیین شده ندارد، اما خود داریوش گفت که او یا اینکه برای کمربند میجنگد یا اینکه ضد رقیبان تاپ 5 و یا اینکه ضد رافائل فیزیف و ما فکر میکنم که UFC محاربه داریوش ضد فیزیف رو تشکیل میکنند. برای همین دوستان ما داریوش و فیزیف رو از روی خط خود خط میزنیم. در جای هفتم چمپیون پیشینه UFC در وزن سبک رافائل دو سانوس قرار دارد. او نیز عین زمان محاربه تعیین شده ندارد، اما دوستان ما فکر میکنیم که دو سانوس برای چنین محاربه راضی نمیشود چون که دو سانوس عین زمان تنها محاربه های پولی میخواهد. چند مدت پیش او حتی برای محاربه ضد اسلام مخاچف راضی نشده بود. گفته بود که اسلام در توپ 10 قرار ندارد. از همین سبب ما دو سانوس رو از روی خط خود خط میزنیم و انا اکنون دوستان همه کار شوق‌آورتر شد. در جای هشتم ماتئوش گامروت قرار دارد و او میتونه که رقیب نورالله علیف شود. برای چی؟ برای اونه که او زود و ناگهانی در ریتینگ پیدا شد و زود با بالا رفت و عین زمان او در محاربه آخرین خود شکست خورده است و باز گامروت جنگوار مشهور نیست که برای خود رقیب انتخاب کرده تواند. برای همین دوستان ما فکر میکنیم که اگر UFC خواهند پس چنین محاربه رو تشکیل میکنند. از همین سبب ما گامروت رو در روی خط خود جای میدهیم. در جای نهم ارمان ساروکیان قرار دارد و او محاربه نوبتی خود را ضد 11 رقم دامیر اسماگولوف میگذراند. از همین سبب ما هر دوی آنها رو از روی خط خود خط میزنیم و میگذاریم به 10 رقم ریتینگ جیلین تورنر، جنگواری که قریب هیچ کس او را نمیشناسد، اما با این نگاه نکرده او در ریتینگ وزن سبک در جای 10 قرار دارد و جنگوار خیلی خطرناک است. تورنر در UFC از سال 2018 برآمد کرده ایستاده است و او رقیب نورالله شده میتونه. حاضر میگویم که برای چی؟ تورنر با UFC با مانند خود نورالله علیف با طریق دانوایت کانتندر سریس آمده بود و در یکم محاربه خود در UFC با او رقیب توپ ویسنت لوکه رو داده بودند. برای همه چی گونه که در دبیوت با او رقیب ریتینگی دادن، همان گونه میتونن که اکنون با او رقیب دبیوتانت رو دهند. برای همین ما او رو بر روی خط خود جای میدهیم. 12 رقم ریتینگ دن خوکر. دوستان میدونم که بسیار شما در کامنتار می نویسین که دن خوکر رو رقیب نورالله علیف دیدن میخواهند، اما حاضر این چیز غیر امکان است دوستان، چون که دن خوکر محاربه نوبتی خود رو الکی روز 12 نوامبر ضد کلاودیو پویلس میگذراند. برای همین خوکر رو ما از روی خط خود خط میزنیم و میگذاریم با 13 رقم. 13 رقم ریتینگ این کونر ماگرگر است. از 14 رقم ریتینگ باشه تونی فرگوسن. این دو جنگوار رقیب نورالله علیف انیق شده نمیتونن و سببهایش را ما در نوار گذشته گفته بودیم. برای همین آنها رو از روی خط خود خط میزنیم و میگذاریم با 15 رقم ریتینگ درو دوبر. درو دوبر جنگوار سخت و همه طرفه است و عین زمان او دو غلبه پای در هم دارد. دوبر جنگوار همه طرفه است، اما در همه محاربه های کلان خود شکست خورده است. در محاربه ضد مخاچف، ضد داریوش، ضد برد ریدل، از دو غلبه آخری او باشه ضد جنگواران تماما کم مشهور بودند. از همین سبب ما فکر میکنیم که اگر UFC با اون نورالله علیف رو پیشنهاد کنن پس درو دوبر راضی میشود. برای همین ما او رو بر روی خط خود جای میدهیم. اکنون دوستان چه خیلی که میبینیم از توپ 15 سه کس در حقیقت رقیب نورالله شده میتونن و اگر که UFC با نورالله از توپ 15 رقیب دادنی باشند پس با فکر شخصی ما این درو دوبر میشود، اما این چیز فکت نیست دوستان. رقیب نورالله میتونه جنگوار شود که ما حتی نام او رو شنیدگی نیستیم. این نوار باشه اوید توپ 15 بود، یعنی ما تصور کردیم که اگر از توپ 15 با او رقیب دهند پس کی شده میتونه. باز تکرار میکنیم که این تصورات ما بود و شاید که یگان تای این جنگوارا رقیب نورالله علیف نشوند. و دوستان اکنون شما در کامنتار نویسین که کی رو رقیب نورالله علیف دیدن میخواهین
ва агар ки ин навор 10,000 лайк гира, мо навори тарафҳои сахт ва сусти Нурулло Алиев ва ҷангвари интихобкардаи шуморо омода карда пешкашатон мекунем. то боздид хонободу сарбаланд бошед.